خدمت همراهان، دوستان، بینندگان عزیز. امروز میخوام راجع به یکی از عوارض بسیار شایع شیمی درمانی که برای بیمارم بسیار استرس‌زا هست براتون صحبت کنم. بیمار معمولا برای شیمی درمانی که مراجعه میکنه اولین سوالی میکنه اینه که آیا موها میریزه و این ریزش موی بعد از شیمی درمانی بسیار استرس‌زاست برای بیمار، به خصوص برای خانم‌ها. حالا میخوام یه چند تا نکته بگم امروز بهتون که این مقدار این استرس کمتر بشه. ببینید فولیکولای مو چون سرعت رشدشون زیاده، بخاطر همین داروی شیمی درمانی باعث از بین رفتنشون میشه و باعث ریزش موی بعد از شیمی درمانی میشه. معمولا 2 تا 4 هفته بعد از شروع شیمی درمانی این آرزه ایجاد میشه و اکثر جایی هم که میریزه موی سره، اما موهای جای دیگه هم ممکنه بریزه، مثل ابرو، مژه، ریش، سبیل، حتی موهای زائد هم ممکنه دچار این آرزه بشن. اما اون چه که مهمه بدونید اینه که ریزش موی بعد از شیمی درمانی اولا همیشه اتفاق نمیفته، بستگی به نوع دارو داره. بعضی داروهای شیمی درمانی بیشتر ریزش موی میدن، بعضی کمتر میدن، بعضی اصلا نمیدن. نوع درمان، پروتکلی که استفاده میشه مهمه خدمتتون عرض کنم. و این ریزش مو در اکثریت مواقع دائمی نیست و در اکثریت مواقع ریزش موی بعد از شیمی درمانی برگشت میکنه، یعنی موها برمیگرده، دوباره رشد میکنه. معمولا 2 تا 6 ماه بعد از قطع شیمی درمانی موها شروع به رشد مجدد میکنه و در عرض 1 تا 2 سال به حالت قبلی خودشون برمیگردن. منتها معمولا وقتی موها بعد از شیمی درمانی برمیگردن یه مقدار کیفیتشون با اون موهای قبلی بیمار متفاوت میشه. بعضی موهای مجعد پیدا میکنن، رنگ مو ممکنه عوض بشه، اون بافت مو ممکنه عوض بشه. اینا درصد بسیار کمی از داروهای شیمی درمانی هستن که باعث ریزش موی دائمی میشن، خیلی کم هستن و در اکثریت موارد این ریزش مو گذراست. این چیزی که مهمه این بدونید اینه که در این دوره‌ای که ریزش موی بعد از شیمی درمانی اتفاق میفته باید مراقب پوستتون باشید. برای شستشوی پوست جایی که موش ریخته بهتر از شامپوهای ملایم، بهترین شامپوی بچه است، استفاده بکنید. حتی الامکان تو ناحیه‌ای که مو ریخته از مواد شیمیایی به آرایشی اینا استفاده نشه، موادی که محرک هستن. محلایی که ریزش مو اتفاق افتاده مثل پوست سر، اینا از تماس با آفتاب خودداری بشه. حتی الامکان از کلاهگیس اینا استفاده بکنه بیمار که پوستش آسیب نبینه. اگر در ناحیه‌ای که محلی که پوست ریزش پیدا کرده موش یه وقت حالت خارش، قرمزی، گرمی ایجاد شد، این به معنای شروع عفونته، باید سریعا بیمار به پزشک مراجعه کنه. داروی خاصی یا مواد غذایی خاصی که بهتون توصیه کنم که این آرزه رو کم کنه نداریم. فقط یه روشی هست به اسم کلاه سرد که حالا ابداع شده و بعضی از مراکز شیمی درمانی استفاده میکنن که کلاهی هستن مخصوص که روی سر بیمار قرار داده میشه در زمان شیمی درمانی و این کلاه با سرد کردن پوست سر باعث میشه که خون رسانی به پوست سر کمتر بشه، در نتیجه داروی شیمی درمانی به اون منطقه کمتر برسه و میزان ریزش مو هم کمتر بشه. ولی اصولا خیلی از ما اونکولوژیستا این روش رو توصیه نمی کنیم، چرا که اصلا منطق شیمی درمانی اینه که کل دارو به تمام بدن وارد بشه. بعد اگر سلول سرطانی وارد گردش خون شده و در جایی از بدن نشسته از بین ببره سلول سرطانی. خب ما وقتی پوست سر رو سرد کنیم و نذاریم دارو تو اون منطقه برسه، اگر یک وقت سلول سرطانی در اون منطقه باشه، اون سلول بعداً رشد میکنه و باعث عود در اون قسمت میشه. به خاطر این معمولاً توصیه نمی‌کنیم این روش رو. کلاً این نکاتی بود که برای ریزش موی بعد از شیمی درمانی میخواستم بهتون توضیح بدم. خلاصه وار بگم، مهمش اینه که یک بدونید
در اکثریت موارد این ریزش مو دائمی نیست، مو دوباره رویش پیدا میکنه. مراقب پوست سرتون در جایی که مو ریخته باشید و نگران نباشید، موهاتون دوباره رشد میکنه و خیلی وقتا یک موی جدید با یک شکل جدید پیدا خواهید کرد. بازم به خاطر این سر صداهای زمینه‌ای معذرت میخوام. به هر حال چون من پستمو در طبیعت و اینا تهیه میکنم، بعضی وقتا جای خیلی خلوت پیدا نمیکنم و یه سری صداها هست. این منطقه هم که براتون پست رو تهیه کردم یلاقات گیلان شهر پونل، یلاقات شهر پونل که حالا جاده پونل به خلخال اکثرا رفتن. این مسیر از همون جاده وارد یکی از یلاقات شدیم و اونجا هستیم. امیدوارم همواره شاد، سرزنده، سلامت، پیروز و شادکام باشید. به امید دیدار مجدد شما.